ба жандарм равем оча гумштани акаамро хабар диҳем. ту додаратро бо трактор бар Мурод. омадӣ чӣ кор карданамонро мебинӣ? ман тайёрам. ойша хола, ойша хола, ойша хола. ойша хола, اینجا من امینه. ойша хола, بچه ها آیم بر اومدن نمان. ойша хола, ойша хола, хоҳиш мекунам наравед. зӯри касе нарасид. зан шуда зӯри шумо мерасад ба қараҷониҳо. ойша хола, ойша хола. همین جا ما. باشه عمر بچم، با شما نان آوردم بچه. برای شما کردم بچه. بچم. عمر عمر نترس بچیم، نترس. آرام شو، گریه نکن بچیم. آرام شو، آرام شو. گریه نکن بچه جانم، گریه نکن. بیا با بالا رویم. امینه دخترم، اویش خالت را جغزن. وای سعید بابا، نایستید. امروز به همه از من حلوای و نان. نایستید، کار کنید. نفهمیدم چی شده باشد با خلیل. امروز بسیار خرسند می نماید. عجب. حسن آیشه پسرم کجاست؟ دیوانه شده ای آیشه؟ یوسفم کجاست ازل؟ فرار ملک اقرا. پسرم را چیکار کردی ازل؟ یوسفم را چیکار کردی؟ مرا پراندنی؟ یوسف بری قاتل شدنی؟ با تو گفتم یوسفم کجاست؟ هلکه چی شد؟ انبار تکم انبار خالی. چی ها میگویی بچه؟ یوسف انبار رو خالی کرده. چی؟ شاید یگان جای مرده رفتگیست و یگان جریه افتاده نباشد. اویشه دخترم نکن. میکشم او را. خالی کردگی را میکشم. کی کردین را؟ کی؟
من کردم. یوسفم زنده است. یوسفم زنده است سعید بابا. اویشا من ملتقت رو دخترم کنی بیاریم از این لعنت شود همش رو به همتون لعنت شود. حضر خانم این خیلی لعنت نمیخونده. خواهم میخوانم. چی شده است؟ اولا همچون انسان خوب نمیشود، بعداً خیلی بعد چی میشده است؟ لعنت خواندهت سزاوار نباشد، لعنتت برگشته به گردنت میپیچد. نفشوید. چی شد خلیل؟ مرا روبروی دیده حیران شدی؟ یا ترسیدی؟ نترس، مرده نیستم. از من دور ایستا، نزدیک نشو. مرحمت آقا. خوش آمدید فؤاد آقا. خوش باشد یوسف معلم. خوش آمدید فؤاد استاد. خوش باش. خوش آمدید. اینجا کار بسیار است. بنا بسیار به دقت مانده است. بله. بینید این همه را تعمیر کردم. روی باز هم زیبا شدنشون. مکتب میکشویم. خیلی بچه مکتب میکشویم. یوسف معلم، بعد از این کار شما هم بسیار می شود. رئیس هم با شما حتما کمک می رساند. همین خیلی نه؟ البته از دستم آمادگی رو میکنم، اما از شما یک خواهش دارم. چه خیلی میدونید مکتب رو همچون انبار استفاده میبریم و چه خیلی که گفتید اینجا رو کمی تعمیر کردن ما لازم. از این سبب از شما کمتر وقت میخوام رفیق مأمور. مایلش بینید آیسته همش خوب میشه. چقدر زنده باد یوسف. زنده است بابا، زنده است. بیا انا زنده است بیا به این طرف بابا. زنده است بابا. بچه خیز بیا خیز. زنده است بابا، زنده است بابا زنده است. خدا را شکر. خدا جان 1000 بار شکر. به هر دیتون لعنت. شرمنده کردید مرا در عالم. از عهده یک مخلوق نبر آمدید. از جری به پایان پرتفته راکا.
مچه خلاص میکنم تا خلاص میکنم شما رو استو مرمنده رو کشویم کشو اپا کشو مچه من شما رو خلاص کردم کنی بیا زود رفتیم سری تو هم به بالا میمون در خونه کسی نیست با بیاید دوچه رفتیم زود بیاید رفتیم بیاید دوچه تشتر بیا رفتیم دوچه کنی بیا رفتیم ده دپا ده دخترم ده امینه ریز دخترم شربت رو گرم گرم نغزکک کشیده گیرد این همه برای ما؟ اینقدر بسیار کرده؟ ها بچه جان همش به شما می رود کنی گیر حمید با مادرت سلام رسان گیر بچم گیر ایسا ایسا گیر بچم گیر در راه خورده می روی بیرم یوز و علی هم می آیند؟ البته می روند تو زیغ نشو بچه چه خیلی پر حواس است باز مادرش صحت می شد بیماری زیلی اپا رو دوا نیست می گویند اما خدا بزرگ است راست در جوانی زن به بستر افتاد خدا شفا دهد وظیفه ما در تنقیصیش به او یاری دادن با همه مانده های کار رحمت آچا جان به یک جا رفته می آیم یوسف خواطر نشوید آچا جان اما بچم با دقت باش چیزی نمی شود به من پروا نکنید دعاهای شما پشتیبانند مرا خدا به کارت آمد دهد خدا از بلا و آفت نگهبان مثل ذخیره هیزمان با فکرم خوب کردم نمیدونم از چی باشد مثل خونوکی زیاد شد کوشش میکنیم سال دیگه بازی زیادتر کنیم نخیب ازمام زیاد شده است حاضر میشوم همی جان بسیار زیبا دختر دلی پاپا به تو خیلی میزیبد بیا کنی اینجا شین گیر حامد جان رحمان شکریه خلا با اشتیای توم کارها برباد رفته ایستاده است علی جنگیز از دستی من چی می آید؟ یوسف را پشتیبان یک دولت کلان است من میدانم علی جنگیز قراجانی ها تو را بیهوده رئیس نگذاشتند چه کاری که میکنی کاری تو مکتب را کشادن نمیمانی از دستی من همین قدر می آید چه کاری میتوانی کن نباشد فرق بین تو و دهاتی ها نمیماند هر چیزی که داری از دستت کشیده میگیرن اول قهوه خانه رو تا امروز کدام کارتان را اجرا نکردم اما این کار دیگر است این کار قانون کتاب دارد تو هم به همان کتاب موافق کن علی جنگیز اوه بچه جان بیبیت قربان شود شکری خدای تو را داده از کجا آمد است بچه جانی من دخترم دادرت را ندیده می روی باز کمتر می ایستادی هزار و چم ناامده در خانه شدنم لازم یوسف رو خیلی دوست می‌دارم با او گوید که دعایش میکنم اوچه جان اوچه من شما رو خلاص کردم هم خیلی اوچه رفتیم بچم خدا حافظ در پناه خدا باشید بچم بیا بیبیم بیا زودتر رفتیم
چه خیل در قهوه خانه مردم رو جمع نمیکنید؟ با فکر شما خلق رو در کجا جمع کنم رئیس؟ چه خیلی میخوای خبردار کن، اما قهوه خانه رو برای کاری مکتب استفاده نمیبری. خرجانی ها همین خیل امر کردن به شما. این دیه و دیهگی ها رو نمیشناسی یوسف. دیهگی ها قوت، پول در کی باشد از پس آنها میروند یا آنها رو میگیرند. اما من همیشه به جانب حق میشوم. این حالت رو بین یوسف. بیا از مقصدت برگرد یوسف. در این دیه کارهایی که تو میخواهی نمیشوند. حیف میشوی یوسف. شاید معلمون پیشتر بس گفته رفته باشند. من پرتافته نمیروم. با اینجا در زمستان آمدم. اما باور دارم یوسف های بعد از من جنت بر این حیات میگذرانند در یشیل پنر. خوش آمدید حضرت مادر. майда ҳофиз, расо чини ту? تشکر زیاد سعید بابا. اناکن همه چیزم پورا شد. در پناه خدا. خیر، نغز ما بچه. یوسف بیا بچم، مرحمت بشید. من حق شما رو چه خیل می سپارم؟ خیر یوسف، خلیل تو را در روبرویش دیدم، پس چیکار کرد؟ روی خلیل رو اگر می دیدید از تر زبان فرو برد، حتی گپ نزد. اوه. رئیس کمی غمگینش کرد. البته از قراجانی ها گرفته از تعلیم را. مردم رو در قهوه خانه جمع کردن خواستم، نه گفت. غمی خورده ات را بین یوسف. پگاه بگاهی اهل دیه در خانه حمید جمع میشن. از این فرصتی بهتری میشد. دعا که کردیم مسئله رو میکشویی. بیکار ماندن وقت گذراندن نیست. کار کنید کنی. این امروز تعبش خیره می نماید. ما کار ما را کنیم. انا این طرف. حمیدی دید کار کن. اوی شخلا بسیار شیرینی تیار کرد برای پگاه. خدا از آنها راضی باشد. برای تو با دستان خود پختن میخواستم اما حمید با کار داری میمونی. نوبت نصف روزی سر شد بچم. بیا دخترم کنی راست شب چی؟ از این جور بنوش. دلم نمیکشد دادا. آخیر اما این خیلی نغز نمیشوی زلیها. دادا من میدونم که این درد من دوا ندارد. این چی خیلی گپ است دخترم؟ کنی نوش یک قشق. حمید پدرش رو گم کرده است. تو هم نباشی من چی کار میکن؟ چی کار میکن؟ ایوا خلیل اکا با این سو میآید. حمید هنوز هم نامده است. بید بس کنید کتک میخوریم. تیز بیا اینجا.
یوستس در کدام گور میگردی ها؟ در کدام گور میگردی ها؟ در کدام گور بودی؟ من در کجا بودی؟ خلاقو نزنه قربانت بشم خلاقو در کدام گور بودی؟ چرا در کردی ها؟ راه گرد راه گرد خلاقو التماس نکنه خار چرا در کردی ها؟ گذر اینجا. اوه اگر اکرم اینجا میبود آقا التماس نکنه چرا در کردی ها؟ التماس نکنه خلاقو نزنه میبخشه دستت را گیر خار میبخشه خلاقو نباید مرد این داره خلاقو خواهش میکنم قربانت بشم خلاقو نگاه کنه عاقبت کارگوریزی همین مزد 3 روزه هم نیست ابله تا بگاهی در همینجا میمونیم کار کنه نشنیدی شوکت خلیل تا بگاهی ماند گفته بود بیامون سلیمان الکی رفت خلیل ما نگوییم ما از کجا میفهمد کشو این بچه بیچاره رو ایده های ملی یا دینی که از جانب مردم جشن گرفته می شوند اید می نامند. آفرین. یزنت این رو فهمد خونه رو به سرمون میزند در زهی رو مون. عبدی جاسوسی نمی کرد به مکتب رفتنم رو نمی فهمیدن. انا میخیر رفتیم کتاب ها رو جمع کردیم با اون خونه اومد با اون طرف دروی اومدم شکریه ینگا این مرملات ها رو آوردم دهانتون شیرین شود گفته آوردم ینگا زحمت کشیدی بچه الیف در خانه است؟ در خانه چرا اومدی عبدی؟ چی میخواهی؟ با کدام رو به نزدم اومدی؟ از پشت تو به خونه حبس شدم از مکتبم ماندم خوب من چه گناه کردم که با من چرا غضب میکنی؟ چه گناه کردم من؟ تو چی کار کردنت رو از من بهتر میدونی چی کاری میکنی کردنگیر با تو خونه دار نمیشوم میبینی میلی خانم کجا شد این عبدی اکا؟ 5 دقیقه دکان رو بین گفت و قریب 1 ساعت شد عبدی اکم نیست می؟ عبدی بیاید رفتیم شوکی نپه با عبدی اکم بگوی که ما اومده بودیم هنوز مانده ما مان یوسف مکتب کشاده میشد گفته گشتن گیرد مکتب گفتگی صنف های آمیخته یعنی در یک صنف یکم دوم سیوم صنف ها میخوانند وای هم اگر طلبه پیدا شود شماره لازمه نباشد چی؟ مکتب نمیشود
بنصب خدایا توبه این کار را بین. این قدر کودکی زیاد بود از دریشی پینر. علی جنگیز با تو براری کار من با نزی زلی همی روم. مایلش راو گرنگ نکن مرا. رو تو با کجا می روی؟ من هم با خودم می رویم اصلا. من با تو از خانه قدمت را بیرون نمیگذاری نگفتم؟ ها گفتیم که تنها برآمدنش ممکن نیست. بس من با شما کودک نیستم. کی را فکر میکنی؟ با خانه چه طرف کنی؟ این قدرش زیادی از نه. چی می شود من با خودم روم؟ تو خودت را کی حساب میکنی؟ تو کیستی؟ کی با من گرد میگردانی؟ شما با چه حق مرا به خانه حبس میکنید؟ شوق در خانه من میزی، نانی مرا میخوری، تو را من کلان کردم، از ریسک فرزند خود بریده به تو میدهم. در این خانه یک نانخور، یک پناهجو بودنت را فراموش نکن. تو در سری من راست نکنی رو؟ لباس های بچه را داده بیایم. در کجا میگردی تو؟ این شیر را به مریم بر. اما من روان کردنم را نگوی وگرنه نمی نشد. یک دو دانه سمبوسه هم بر. هیچ چیز را نمی خورد. از گرسنگی می میرد. مایلش حسل مادر. حسل مادر در حجره‌اش اینها رو پنهانی آوردم. هیچ دلم نمیخواد. گرسنه نشنیده په. با خاطر من خورید. گیرید. ها؟ خوش آمدی دخترم. مانده نباشه تو چه جان. تشکر دخترم. یوسف. یوسف دودرکم شکر که دیدمت. اپا جون خدا با شکر که آمدید. خدا با شکر. مریم خلیل اینجا بیا مریم. چیست داده ای خلیل؟ هر جاش را پرون رود. نه خلیل نکن بچم، نکن التماس. خلیل رویت لغچه نیز جی کلنگ را. مریم با تو اینجا بیا گفتم. چیست داده ای جیق؟ روید اپا. نه تو رو میکشم. خلیل چیست داده ای جیق کلنگ را؟ جیق. روید اپا. او شوهرتون است. روید. مریم راه کرد. راه کرد. راه کرد بگویم. راه کرد. شکر که خوب بوده است. الیف زیخ نکن مرا دخترم. نرو الیف.
اليف خولا خیزید خولا به شما چی شد خولا خیزید خولا من همینجام خولا جان خولا جان به شما چی شد خولا جان نمیروم خولا جان خوب هستید خولا نازم خیر رئیس سلام نیست با ما؟ ندیدم روی خط کودکان تیار شد؟ هنوز نه دفترها در نمی ماندند نوشته ها را خواندن مشکل است کمی وقت میگیرد وقت میگیرد؟ شما کار را زودتر بینید؟ تمام حال میکنم تو خواطر نشو خیر من رفتم رئیس روی خط را دیر کرده باشد خودمان می سازیم در کاری خیر زود رفتاری کردن لازم روی خطی تمام قرضداران ده را بیار عبدی همش همین جاست همه حجت ها اینجایم محمد 8 حمید و رسا 10 کس می شود یعنی مکتب رو می کشویم پدر حمید و زرینه رو در خانه اشون یافته نشد آنها رو الیف دخترم می آموزد الیف رو می گویم او حل می کنه طلبه های الیف؟ بله الیف دخترم با آنها خواندن و نوشتن می آموزد بسیار خوب کاری مکتب قریب حل شد اما هنوز دلیل اکرم رو از محبس آزاد کردن رو نیافتیم سید بابا کاردی فاضل و بندهای بریده اش رو یک میافتیم من فاضل رو به گپ زدن راضی میکنم اما وای در کجا میگردد نمیدانم بین باز غیب زد کی میداند که کجا رفته باشد خنده نمک آمده است خندید دختر زینب آمده است زینب انا همین طور آفرین بسم الله الرحمن الرحیم
بیا پسرم بیا. خوش آمدی حافظچه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. رحمت بخیر شاد حامد پسرم. تشکر زیاد سعید بابا. معلم یوسف چیزی گفتن میخواهد. گوش کنید همسایه ها. یوسف معلم گفتنی های دارد. بله. نصیب باشد به نزدیکی در ده مکتب گشاده می شود. در ده یگان کودکی نخوندگی نمیماند انشاءالله. با یاری شما فرزندانمان خواندن و نوشتن را یاد میگیرند. از خواندن به کسی ضرر نمیرسد. باوری دارم که در این مسئله ما را دستگیری میکنید و بی‌طرف نمیمانید. از شما تنها یک خواهش دارم، نترسید. فرزندانتان را خوانانید. انسان را بدبختی تنها از جاهلیش میآید. نه تنها فرزندانتان. به کلان سالان خواندن و نوشتن را نمیتوانستگی نیز درس میدهم. از این سبب پگاه سحر بر وقت کلان نگفته شخصان خواهشمند را در بینای مکتب انتظارم. سید خوجه، یوسف با راه شما می رود. شما نتوانستگی هایتان را او می کند انشاءالله. بخیر شد انشاءالله. پیری عقل خورده را بینید. جناب موسی برای مکتب در خانهش مجلس می گذراند. وای سعیدی پستکشم امروز با یوسف در به در گشته روی خط می کردند. تو این را فکر نکن. من روم خانم. حالا می بینیم گفته هایی کی می شود. رفته خانه رو به سرشان زنیم. نه این طرف آسانی کار. این بیگاه چنان کارهایی می شود که یشل پنر قوی قرجانی را باز یک باری دیگر می بیند. جیپ را تیار کنید می رویم. مکتب حقیقی آن است که به انسان کلیدی در راه ابدیت و پراسرار را می کشاید. شخصی این کلید را به دست آورده عقلش را با علم، قلبش را با ایمان می گذارد. این مثل بالهای پرنده است که صاحبش را به پرواز وادار می کند. خیلی که یکی از بالها نباشد پرواز ناممکن است. اگر ما با مکتب و استاد خوب براه نبراییم کوشش های پرواز کنی امان خام و بی ثمره می مانند.
خدایا ای خدا یکو یک بار به این کودک چی شده؟ کسب دارد شمال کشیدگی. عذر میخواهم موساکا ما باید رویم. ببینید کودک ناراحت شد. هیچ گپ نه دخترم، اینقدر یاری دادید. امینه به ما امانت بود. ما با یردگل همش رو حل میکنیم. شما روید. شب بخیر. شب بخیر. شام بخیر. بیا. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. هیچ کس نجنبد. همه در جای خود نشینند. تو اینجا رو بین. اطاعت کماندو. ای خدا چی کنیم؟ تمام آرام باشه تمام. بله. شما را با سبب تبلیغات بردنتان به شوبه میبریم. یگان نافهمی شدگی است. ما در اینجا دعای ختم قرآن رو میگذرانیم. موسی منوی وظیفه‌اش را اجرا کند. معلوم که در این کار دست کسی هست. بله. سعید بابا گیره نکن حامد. من باز میگردم بچه. خیر. سعید بابا قماندان سعید بابا گناه ندارد. قماندان سعید بابا سعید بابا دعا کرد. برو راحت بخواب دخترم. آواز خلکه است. نه ترس بچه، جای ترس نیست. مسامک کنی اکنون مسامک خانه رو خالی کنید تیز. کی رو از خانه کی پیش میگنی تو؟ اکا تو رو از خانه ما میبرونیم و بلا. انا حجت ها مسامک. اینقدر و خانه رو از تو نگرفته باشم از دلسوزی بود. هیچ وجدان ندارید. سالهای زیاد پول دادم بس نبود. چه خیلی دراز بابا رو بابا جان مانش خوب هسته بابا تروهم خزه بابا خزه بابا جان اگاه بر وقت از این دیگه بر آمدن رب اگر نه خزه بابا جان فهمیدی مسامک؟
بل بابا فهمیدی؟ بل هارون داره بل بابا جا بل بابا داره آه پسرم چه خیلی زیبا شده ای خدا جان چشم نرسم اوچه جانم کی میویی؟ درس کی تمام میشود؟ دیر نمیمونم امروز طلبه ها رو با قید میگیرم با والدینشون صحبت میکنم و تمام برم خیر اوچه جانم مایلش بچم نگاه کنه نقصتر که شما همچنین خطاگی را تکرار نکنید همه‌تان از ما قرض دارید حجت‌های همه‌تان در دست مایند خوب بیاندیشید مسامک کنی یوسف تو رو خلاص کند کنی خاکر خونه از ما خانه هم از ما دیه هم حاضر مرا نزگوش کنید با یک حرکتی نادرست میتونید خانه و در باغ و بخچه هایتان را هم همه را از دست دهید اپا خوب هستید؟ مریم اپا خوب هستید؟ مریم اپا